خیلی هیجان دارم. اولین بار که میخوام یه پورتری زنده بکشم. دوست دارم توی این اولین بار شما با هم همراه باشین. نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. بریم با هم شروع کنیم. اینجا باید یه بک‌گراند برای مدلم درست میکردم. یه پارچه بنفش داشتم و میخواستم رو جاسازی کنم پشت پورتری مدلم. تمام تلاشم این بود که صاف وایسه. خب بوممون رو برمیداریم. من برای این طرح از همون بوم‌های تخته‌ای استفاده کردم که توی ویدیوی قبلی بهتون گفته بودم. وسیله هامون رو میچینیم، قلموها، رنگ ها، مرحله جذاب رنگ‌گذاری. برای رنگ زیرساز از تا رنگ زرد، آبی و قرمز استفاده میکنیم. رنگ زرد رنگ غالب این رنگ هست و بعدش قرمز و بعد هم به مقدار خیلی خیلی کمی یعنی اندازه 1 نقطه آبی اضافه میکنیم. من برای رنگ زیرساز از رنگ اکریلیک استفاده کردم و 2 لایه رنگ گذاری کردم که یه سطح خیلی صاف به من بده. و این رنگ آجوری رو معمولا برای همه زیرساز کارم استفاده میکنم چون هم خیلی رنگ گرمیه و یکی از رنگای مورد علاقمه. دیگه جدی داریم کار شروع میکنیم. نفس‌ها تو سینه حبس. اول با یه رنگ که توناژ قهوه‌ای داره طراحی شروع میکنیم و توی طراحی بیشتر حواسمون باشه که به مدل نگاه کنیم. واقعا خیلی سخت بود طراحی از روی پورتری زنده، مخصوصا اینکه مدل قشنگمون خیلی تکون میخورد. تقریبا اجزای صورتش داره تموم میشه. وقتی داشتم کلیت صورتش رو میکشیدم سرش کج بود، بعد وقتی داشتم اجزای صورت رو میکشیدم سرش صاف بود. کم با هم دیگه تناقض داره ولی مشکلی نداره، همینجوری ادامه میدیم. شروع میکنیم رنگ‌گذاری لایه اول و همونطور که میبینید با تاچ‌های قلمو سعی میکنیم رنگ‌ها رو سر جای خودش قرار بدیم. البته خیلی فرق بین رنگ‌گذاری از روی عکس و از روی مدل زنده. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. اینجا ویدیو رو استاپ کرده بودیم و یادمون رفته بود که دوباره بزنیم روی فیلم برداری و متاسفانه قسمت خیلی زیادیش رو نتونستم ویدیو بگیرم که همون موهاشه. اصلا متوجه گذر زمان نمی شدم و همینجوری داشتم رنگ‌گذاری می‌کردم. خیلی برام جذاب بود واقعا، با اینکه با اون چیزی که تو فکرم بود خیلی فرق داشت. فکر می‌کردم راحت تر باشه اما نیاز به دقت خیلی بالایی داره و خیلی بستگی به مدل داره که چه پوزیشنی میگیره و مدل نباید تکون بخوره. وقتی مدل تکون میخوره باعث ایجاد دفرمگی میشه، اما چون مدل من بار اولش بود که مدل میشه من دیگه هیچی بهش نمیگفتم. البته مدل شدن واقعا یه پروسه سختیه دیگه. کمش نیم ساعت بعد بدون حرکت بمونی، بعد استراحت کنی، بعد دوباره به همون پوزیشن برگردی. اینجا من دچار دفرمگی شدم و گوش سمت راستش رو بزرگتر کشیدم. البته توی رنگ روغن وقتی که رنگ خشک میشه میتونیم هر تغییری که میخوایم ایجاد کنیم و اصلاحات رو روش انجام بدیم. در همین وقتی که یه جا رو اشتباه میکشیم یا توی رنگسازی و رنگ‌گذاری دچار مشکل میشیم هیچ استرسی نداریم، به خاطر اینکه وقتی رنگمون خشک بشه میتونیم اون رو اصلاح کنیم.
که کم کم داره شب میشه، مدل خسته است، منم که خیلی خستم. متوجه تغییر نور شدین حتما. اینجا مدلمون دیگه راهی خونه میشه و من تنهایی واقعا دلم خود ادامه بدم. اینجا رنگ بک‌گراند رو میاریم به خاطر اینکه کارمون یکم حجم بگیره و احساس کردم که موهاش خیلی حجمش زیاده به خاطر اینکه زاویه کاملا از روبرو بوده. بعد از اینکه رنگامون خوش شد درستش میکنیم و تادا برقامون رفت. منتظر پارت دوم این ویدیو باشید.